إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال: آیا شیطان کلان پدر و مادر یا اینکه فرزند یا زن دارد یا نه؟ بله، بزرگترین شیطان که قرآن در آن اشاره کرده است برادران عزیز، در سوره الرحمن میخوانیم وقتی آیت 15 که میگوید و خلق الجن من مارج من نار، یعنی جن را از شعله آتش خلق کردم و شیطان نیز از گروه جن ها است، یعنی شیطان از آتش آفریده شده است. همچنانی که پدر ما و شما حضرت آدم علیه السلام نه پدر دارد و نه مادر، وقتی آدم اینها را ندارد شیطان نیز پدر و مادر ندارد. ولی دو چیز ماند: زن یا اینکه فرزند دارد، یعنی شیطان زن یا فرزند دارد. حضرت امام شعبی که از بزرگترین تابعین بودند، شخص پرسید که آیا شیطان همسر دارد؟ حضرت امام شعبی رحمت الله علیه در جوابش فرمود که راستی من در توی شیطان دعوت نشده بودم که بدانم همسر دارد یا اینکه ندارد. لیکن قرآن کریم همین قدر اشاره دارد که شیطان فرزند دارد. خداوند در سوره کهف آیت 5 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. آیا شما شیطان را و فرزندهایش را دوست میگیرید به جای من، در حالی که همه آنها دشمن آشکارای شما هستند؟ از این آیت فهمیده می شود که شیطان فرزند دارد. اما فرزندان چگونه به دنیا می آیند؟ عالم ها در این اختلاف دارند. بعضی ها می گویند که وقتی که فرزند داشته باشد زن هم دارد. بعضی های دیگر می گوید که فرزنددار شدن شیطان از حساب همسرش نیست، از حساب تخم گذاری است، یعنی شیطان تخم می گذاشته است. و در این که چگونه تخم میگذارد در احادیث اشاره به همین شده است و علما این حدیث را صحیح قرار دادند که جای تخم گذاری شیطان برای تولد فرزند بازارها می باشد. برای همین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که احب بلاد الی الله مساجدها و ابغض البلاد الی الله اسواقها، یعنی دوست داشته ترین جایها در نزد الله متعال مسجدها هستند و بدترین جایها در نزد خدا بازارها هست که یک سبب امی بدترین بودنش چی است؟ جای تخمگذاری شیطان است و سبب دیگرش جای فند و فریب، جای دروغگویی، جای قسم دروغ خوردن است. از این لحاظ این بازارها را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بدترین جایها قرار دادند و انسان به ضرورت از بازار رفتن پرهیز کند، این بهترین است. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تا ویدیوی آینده خدا یار و نگهدار شما.